در حق مشرکا، در حق کفار دعا کردن، دعای استغفار و دعای رحمت خدا کفر است. بچو هشتونا در سر تو بگیری. من یاد دارم که یک زمان عازم کلوب شهر بدیم، چی معرکه بود، در راه می رفتیم که تلفن شد از ناحیه لینین، از ناحیه رودکی. یک کس اومده است برادرش نصرانی شده بوده، همون نصرانی مرد است. برای تردد جنازه که چیکار کنیم؟ گوش که گفتم برادر جنازش اوسو بسته، اگر چند برادرت است، اگر بگوی که خداوند و رحمتش که نعوذ بالله کافر بشه، تو چی فکر داری؟ کدام جنازه؟ جنازه را برای مسلمان میکنن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی ابو طالب عمکش مرد گفت یا ابو طالب تا زمانی که خداوند منعم نکنه در حق طلب استغفار میکنم که خداوند و گناهاش با آمرز مغفرت کن. همون زمان خداوند آیه نازل کرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. صدق الله العظیم. خداوند متعال بیان میکند که پیغمبر محبوب امام محمد صلی الله علیه و سلم و مسلمانان حقوق ندارند که طلب استغفار مشرک ها را کنند، اگر چند خیش اقرباشون باشند، اگر چند پدر و مادرشون باشند. وقتی که آشکار شد خداوند حکم مشرک برآورده است که او اصحاب جحیم است، او دوزخی است، دیگر رحمت در حق او چی معنی دارد؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند نهی کرد، منعش کرد از اینکه طلب استغفار از برای عمکش ابو طالب کند.